کارخانه فیض برکت شهر حصار معمول به کان نمک در مسافه 35 کیلومتر دورتر از مرکز معموری شهر در دامنه کوه واقع است. نمک طبیعی که از چشمه‌های کوهی توسط کلبندی استحصال کرده می شود، یکی از خوش‌طعم‌ترین محصولات استعمالی به حساب می رود. کارخانه مذکور با دستگاه‌های ضروری تامین بوده، اساساً به استحصال نمک آشی مشغول می باشد. محصولات کارخانه اساساً برای بازار داخلی استحصال گردیده، همزمان خواجگی‌های چاره‌داری و مؤسسه‌های دولتی نظارت راه‌های افرادگرد شهر و ناحیه‌های مملکت را نیز با نمک تکنیکی تامین می‌نماید. خیلی سال با خیلی با کمتر نرسرک شد، با پیشتر کنیم کم کم حرکت کنیم که همین نمکی تازه استحصال کرده با خلق راکنیم تامین کنیم. من همین صبح اول وای میکنیم و دامی پلو سر میتیم و در 5 روز 6 روز نگاه میکنیم که بود هوا کمتر گرمتر که باشه همو وای شیدن میگیره، بخور شیدن میگیره، نمک استحصال شیدن میگیره اینجا. ما اینجا دو خیل نمک داریم، نمک سفید هم نمک سرخ. چندین سالها تاریخی کهنه دارند. در جمعیت فیض برکت حصار جمع‌آوری حاصل نمک از ماه ایول آغاز می‌گردد. تا آغاز موسم مسئولین حوض‌های کارخانه را از تعمیر برآورده برای استحصال نمک با صفت شرایط فراهم می‌آورند. عین حال در این کارخانه زیاده از 40 نفر ساکنان دهات به کار موسمی جلب گشتند. سرچشمه آب مناهی از ته کوه می‌روید. اومده همه خیلی جا با خیلی وای داریم جای جمع می‌کردیم. جای ذخیره آب داریم اونجا جمع کرده بعد کدام چیوده که لینه در کارای اما کم کم اونجا آدم داریم و با دایر به همو وای میکنن با سر میتیا مثالی این روز که وای شید با پگه من خیلی همه خیلی اوستا کم کم هم پلو را پر کرده با وای کردن میگیرن با این طرفش که نمک گرفتم با نگاه میکنیم که وای شید با سر میتیم طرف همه خیلی ما حرکت میگیم که همین نمک تازه براریم دیگه جاها اومده میره بینن خریداری کنن. حجم استحصال محصولات از حرارت هوا وابسته است، یعنی حرارت هوا هر قدر بلند گردد بیشتر نمک استحصال می شود. امسال که درجه گرمی هوا نسبت سالهای قبلی به اندازه بلند گشته است، استحصالگران نیت دارند حجم محصولات خوشصفت را نسبت سال گذشته به مراتب زیاد نمایند.